این کارو کردی اخیراً مثلا با کسی صحبت بکنی، مثلا حالا یه وقت علی اوجی هم کنارت باشه، مثلا با هم بخواید صحبت کنید با کسی؟ خدا نگذره از علی اوجی. خدا نگذره از علی اوجی. بابا خدا نگذره از مرداد صدیقی. جشنواره آخری که تو عربستان بودیم آره پیش اومد، رفتیم صحبت کردیم و اینا، عکس انداختیم. مرداد گفتش که بیا بریم اینو بگیریم بذاریم تو گروه بچه ها رو اذیت کنیم. ایده کی بود؟ علی دیگه، میگم خدا نگذره ازش. علی بعدم گرفتیم مرداد، گفتم نذار ولش کن، الکی ها میاد بیرون بیخو این همه فستیوال های مختلف رفتی اصلا بعدم بیاد. گفت نه برو خیالت راحت. رفتیم راجع فیلم صحبت کردیم و عکس انداختیم و اینا. علی میگفتش که ایده تو بودی که عکس بندازیم کلا. علی گفت آره. شما عکس رو الان نشون بدین ببینید کی سلفی اینجوری گرفته. نه منم تو عکس هستم دیگه، دوربینم دست منه. اتفاق تو و مهرداد رفتید با خانم آقای رونالدو مادر بچه‌هاش عکس گرفتید. مهرداد خیلی فوتبالیه، من مهرداد همراهی کردم مهرداد. تو یعنی کاری نبودی؟ یعنی قضاوت با مردم و شما. بعد چی شد که عکس باز علی میگفت تصویر تو بوده که لو رفته؟ گذاشته بود توی گروه 5 نفره، همون 5 نفر داده بودم. حالا علی گذاشته بود و یا من و اینا، به حال دوستامون یه جا لو رفت دیگه، هیچ کس هم گردن نگرفت هیچ وقت. ولی علی هم نباید اینا رو میگفت.